خاطر نشان می سازم که شما افسران و سربازان محترم همچون سپری با اعتماد وطن باید دائما زیرک و هوشیار باشید و هرگز فراموش نسازید که فضای آرام و آسوده امروزه مملکت به عوض جان صدها جوانمردان با ننگ و ناموس ملت به دست آمده است. خصوصا وضعیت جهان امروزه که پر از نزاع و حالتهای غیر چشمداشت می باشد، از شما به طور دائمی زیرکی و هوشیاری و آماده باشی جنگی را تقاضا می نماید. هر یک نفر باید شکرانه کند که بعد هزار سالها ما صاحب دولت صاحب استقلال شدیم و تقدیر خود را به دست خودمان گرفتیم. هر یکی ما وظیفه داریم که این نعمت یعنی استقلالیت را صادقانه حفظ کنیم. همزمان با این خاطر نشان می سازم که برای حفظ و پاسداری وحدت و یگانگی و آبادی منبع کشور ما باید خیلی کارهای سازنده و وطن دوستانه را انجام دهیم. در نتیجه چاره‌های اندیشیده حکومت مملکت قسم نظامی در مدت کوتاه در بین دیگر قسم‌ها موقع نمایان را صاحب شد. امروز در نزد هیئت شخصی قوای مسلح و هیئت فرماندهی آنها از جمله قسم نظامی شما وظیفه‌های بسا دشوار و مسئولیتناک قرار دارند. در نوبت اول ضرور است که ارتش جوان تاجیک هم قدم زمان و آماده خدمت در شرایط بسیار مرکب منطقه و جهان باشد. بنابراین هیئت فرماندهی قسم نظامی وظیفه دار است که فعالیت خود را در دایره کنسپسیون کارهای سیاسی تربیوی در قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تقویت بخشیده برای بلند برداشتن مهارت و ملکه کسبی سربازان و افسران و آماده باشی جنگی آنها در هر گونه حالتها منتظم چاره‌جویی نماید. در این زمینه باید سطح و صفت کار تربیوی از جمله تربیه هیئت شخصی در رویه وطن دوستی و وطنداری و دوستی و رفاقت در بین جوانان باز هم بلند برداشته شود. همزمان با این ضرور است که طلبات را نسبت به افسران و سربازان علخصوص در سمت کار با نوعسکران پرزور نموده با مسئولیت‌های آموزشی و عملی و آب و تاب معنوی و جسمانی اعتبار جدی داده شود. افسران و سربازان محترم، مردم تاجیک در سیمای قوای مسلح از جمله واحد نظامی شما حامی و محافظان خود را می‌بینند و با تکیه به این نیروی صادق به وطن و ملت روند بنیادکاری و سازندگی سرزمین اجدادی امان را وسعت بخشیده ایستادند. زیرا برکت زندگی و آسودگی روزگار مردم محض از تنجی و آرامی و صلح و ثبات وابسته می باشد. چنانکه در پیام امساله خود به مجلس عالی تاکید نمودم، وضعیت جهانی امروزه ما را وادار می کند که فعالیت ثمرناک تمام ساختارهای دولتی را برای تأمین با اعتماد صلح و ثبات و امنیت کشورمان روانه سازیم و برای هر یک ساکن کشور شرایط ارزنده زندگی و حیات آسایشته را مهیا کنیم. در این روند کوشش و تلاش‌های ما برای تقویت و تحکیم آمادگی جنگی قوای مسلح، واحدهای جنگی آنها، مستحکم نمودن انتظام حربی و بلند برداشتن ملکه و مهارت کسبی هیئت شخصی روانه گردیده است. امروزها به دوش قوای مسلح وظیفه‌های بسا مرکب واگذار شدند که اجرای آنها را فضای مرکب و پیچیده جهان امروزه، وضع شدید گیوپولیتیکی سیاره، افزودن تمایل‌های برتری جویی و تهدید و خطرهای نوی منطقوی و جهانی تقاضا می‌نمایند. گسترش پیدا کردن پدیده‌های ننگین و خطرناک تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و دیگر جنایتکاری‌های متشکل مطابق سازی عمل‌های مشترکی ساختارهای قدرتی مملکت را طلب می‌نمایند. باید ابراز نمایم که وقتهای آخر تروریسم و افراطگرایی
بیش از هر وقت دیگر اوج گرفته با عاقبت‌های دهشتبار و بیرحمانه خود با پرابلم جدی‌ترین بشریت در عصر 21 تبدیل یافته ایستاده است. بنابراین ضرور است که در سمت مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی و دیگر جنایتکاری‌های متشکل، تامین امنیت دولت و جامعه، بلندبرداشتن اقتدار مدافعی مملکت و آماده باشی جنگی قواهای مسلح تدبیرهای علاوگی اندیشیده شود. در چنین شرایط گذراندن مشق‌های مشترک در منطقه‌های گوناگون کشور با جلب جزء تام‌های وزارت‌های مدافعه، کارهای داخلی، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی، قشون‌های سرحدی و گوارد ملی با مقصدی باز هم بلندبرداشتن مهارت جنگی هیئت شخصی و صیقل دادن ملکه کسبی آنها ضرور است. با اطمینان کامل گفته می توانم که هیئت شخصی بتالیون تانکی در آینده نیز با رعایت انتظام حربی، آیین‌نامه‌های نظامی و مهمتر از همه با احساس بلندی وطن دوستی و خودشناسی و افتخار ملی از اجرای همه گونه وظیفه‌های گذاشته شده با سربلندی برآمده می توانند. در جاده خدمت به خلق و وطن به هر یکی شما صحتی و سلامتی، آسمانی صاف و برای کار آرزو می نمایم. اینچنین با استفاده از فرصت همه شما را به مناسبت جشن در پیش ایستاده 70 سالگی غلبه بر فاشیسم صمیمانه تبریک می گویم. سربلند و پیروز باشید حامیان شجاع وطن. و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح شرف